سلام دوستان، امروز یه غذای جدید براتون آماده کرده صبا خانوم، این آشپز کوچولو. مواد لازم: مقداری ذرت، یه دونه تخم مرغ، مقداری فلفل دلمه، یه کوچولو قارچ و به اندازه لازم نمک و فلفل و زردچوبه. اول یکم ازش میخوریم و تست میکنیم ببینیم چه طعمی داره. همشو خورد که. بله خیلی عالی. حالا تخم مرغ رو میشکنیم توی ظرف، یکم هم میزنیم، حالا فلفلا رو بهش اضافه میکنیم. از قارچ غافل نشید و خدا بخیر کنه. حالا نوبت ادویه است. خیلی با احتیاط ادویه ها رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. بله، تهیه کننده هم از اون پشت اشاره میکنه تا میتونی هم بزن، چون من معدم یه خورده ضعیفه. به نظر میرسه که همه چی عالیه. مطمئنم انگشتاتونم باهاش میخورید. بله، کارگردانم که امروز با زنش دعواش شده اومده همینجا غذا بخوره. خب دیگه هم زدن کافیه. حالا مواد رو میریزیم توی قابلمه. و دوستان، از نشانه های غذای خوب اینه که خیلی زیاد چکه بکنه. حالا سر قابلمه رو میذاریم. این سره به این قابلمه نمیخوره که. خانم تهیه کننده این چه وضعشه؟ یه سر مناسب لطفاً بندازید. نداریم؟ اشکال نداره. این تهیه کنندمون یه خورده امروز حواسش پرت بوده، ایرادی نداره. اصلا مهم اینه که فقط طعم غذا خوب باشه. بله، بله، چی درست کردیم؟ به به، چه رنگ و لعابی داره. یکم میخوریم ببینیم چه طعم. عالیه عالیه، فقط خودم میتونم بخورم. چیز بخشید نه، یعنی خیلی خوشمزه شده. به نظر میرسه که تهیه کننده استعفا داده و کارگردان هم زنگ زده به خونه، با خانمش آشتی کرده و میخواد برگرده اونجا غذا بخوره. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.